سلام. امروز اومدیم لواسون، کلا فضای کلی لواسون رو بهتون نشون بدیم و بریم بتره کنیم. بریم. خب الان اول اومدیم رودخونه لواسون نشون بدیم، جایی که هم خیلی معروفه و به صدالتیان میخوره. اینجا رو اول نشون بدیم، بعد میریم تو فضای کلی لواسون و اونجا رو هم نشون میدیم و ما که رفتیم. ما اون موقعی که می اومدیم 2 سال پیش بود، حالا نیومده بودم. اومدم الان این دفعه اومدم میبینم دریاچه درست کردن. من اصلا واقعا نمیدونم چی بگم. رودخونه بود شد دریاچه. ببین ایران چی کارا که نمیکنه، بعد بگین ایران بد. میخوایم بریم روستای افجه. الان اول جاده روستای افجه هستیم، 4 کیلومتری افجه که یک روستای کوهستانیه. بعد توی 4 کیلومتری لواسون قرار داره که توش باغای میوه و خوشبار رو اینجا کشت میکنن. بریم ببینیم چجوریه. خب ما اومدیم اینجا که رودخونه رو نشونتون بدیم بیشتر، ولی متاسفانه خطر سیلی که الان نشونتون دادیم تبدیل شده به یه جوی آب. آی فیلم بردار بگیر. خب آقای کارگردان و فیلم بردار گفتن یه پیام اخلاقی بگم. چی بگم؟ آب کمتر مصرف کنیم. فکر کنم دیگه نسل‌های بعدی ما آبی واسهشون نمونه.
الان اومدیم یکی از پارک‌های لواسون که اسمش خلیج فارسه که طراحیش از بالا فیلمبرداری بشه که معلومه که شبیه خلیج فارس طراحی شده. آخرش هم یه کافه خیلی قشنگی داره. اگه به اون اجازه بدن اونجا هم واسهتون فیلم میگیریم و ببینیم. خب مثل که خوشسالی به همه جا رسیده. اینجا دریاچه‌ش هم که خودشون طراحی کردن هم متاسفانه خشکیده. خب اومدیم بریم کافه رو نشونتون بدیم. متاسفانه همین دور معلومه که کافه بسته است. الان آقای فیلمبردار لطف میکنن یه دونه زوم روش میرن، یه چند دقیقه دیگه بعد میبینید که اصلا بسته بود. دیگه ما این جلوتر نمیریم. یه فضای کلی داره که دقیقاً شبیه خلیج فارس اینجوری کشیده طوریه و آل چیق داره. این وسطش هم آب قرار بوده باشه که متاسفانه اینجا خشکیده. آب کمتر مصرف کنید، آب خیلی نیازی ای بابا. و خیلی فضا جالبی و خیلی چیزه، آرامش خاصی داره واقعا. نگاه کنین سکوت تو این لواسون به این شلوغی، خدای این سکوت خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بریم ادامه‌شو ببینیم.